تو دنیا افرادی هستن که تلاش کردن تا در اون چیزی که دوست دارن موفق بشن و رکوردهای جالبی بزنن. تو این ویدیو هم قراره با چند تا از اونها آشنا بشیم. البته امیدوارم شما نفر بعدی این لیست باشید. آشریتا فورمن. اول از همه با کسی شروع میکنیم که بهش میگن آقای رکورد جهان. آشریتا فورمن متولد سال 1954 هستش و تا الان تونسته حدود 600 تا رکورد گینس بزنه که از اون 600 تا 200 تاش تا الان کسی نتونسته بشکنه. یکی از رکوردهای جالب اون تبدیل شد به اولین مردی که بیشترین پشتک با دست زده. رکورد اون اینجوری بود که در سال 2013 اون تونست به فاصله 100 متر پشت سر هم پشتک بزنه. به غیر از اینا اون رکوردهای جالب دیگه ای هم داره. میشه گفت این دوستمون کاری جز رکورد زدن نداره. بلندترین ناخونها. رکورد بلندترین ناخون دنیا دست زنی به اسم لی ردموند هستش. این زن آمریکایی رکوردی زد که فکر کنم خیلی نخوان یا نتونن اونو بزنن. اون از سال 1979 تصمیم گرفت تا ناخونای خودشو کم نکنه، تا جایی که در سال 2008 اندازه کلی ناخونای اون به 8 متر و 65 سانتی متر میرسید. بلندترین ناخونش هم مال انگشت شست دست راستش بود که طولش به 2 متر و 55 سانتی متر میرسید. طولانی ترین زمان تتو زدن. این آقای خوشتیپ کچل رو میبینید؟ ایشون آلساندرو بوناکورسی هستش. ایشون با تتو زدن خیلی زیاد و طولانی روی یه مشتری ایتالیایی خودش به اسم سارا کالدرارا تونست رکورد بزنه. این رکورد در سال 2011 زده شد و مدت زمانش 60 ساعت و 30 دقیقه بود. تو این زمان طولانی آلساندرو و سارا فقط برای کمی غذا خوردن و استراحت وای میستادن. تو این 60 ساعت آلساندرو کل تمرکزشو گذاشت و اون سارای بیچاره هم باید کلی درد تتو زدن رو تحمل میکرد. بیشترین تعداد سلفی در 3 دقیقه. میدونم خیلیامون از سلفی گرفتن خوشمون میاد، ولی یه سوال، چقدر میتونید توی 3 دقیقه از خودتون سلفی بگیرید؟ یه بازیکن فوتبال آمریکایی به اسم پاتریک پیترسون توی مراسم ملاقاتی که با طرفدارانش توی آریزونا در 20 سپتامبر 2015 داشت، تونست به طور عجیبی توی 3 دقیقه 1449 تا سلفی با طرفداراش بگیره. اینطوری که طرفداراش به طور مرتب تو صف وایسادن و نوبتی می اومدن با این بازیکن سلفی میگرفتن. اینجوری که این تونست سلفی بگیره، رونالدو و مسی نگرفتن. جوانترین کسی که به قله اورست صعود کرد. اگه اهل کوهنوردی هستی یا نیستی، احتمالاً اسم کوه اورست رو شنیدی. بزرگترین کوه خشکی که در فلات تبت هستش. تا به حال خیلی‌ها تونستن که به قله اون برسن و خیلی‌ها هم نتونستن، ولی جوانترین کسی که تونسته به قله اون برسه جردن رومرو هستش. اون اهل آمریکا هستش و در سال 1996 به دنیا اومده. اون وقتی که تونست در 22 می 2010 به قله اورست برسه، فقط 13 سال و 10 ماه و 10 روز سن داشت. اون این سفر رو با کمک پدر و دوست دختر پدرش که هر دوتاشون کوهنوردهای با تجربه بودن انجام داد. بیشترین تعداد الماس روی یک انگشتر. یه شرکت جواهرسازی هندی به اسم جواهرات رنانی تونست یه انگشتری بسازه که رکورد بیشترین الماس روی اونو بزنه. اسم این انگشتر رو حلقه گل مریم حلقه فراوانی گذاشتن. روی این انگشتر 12638 تا الماس قرار داده شده و وزن اون کمتر از 165 گرم یا 5.8 اونس هستش. از اونجایی که گل مریم در فرهنگ هند نماد ثروت و امید هستش، به همین خاطر این انگشتر رو به این شکل ساختن. الماس‌های خوشگل روی هر گلبرگ اون با دقت بسیار زیادی قرار داده شده. طراحی لوکس و بی‌نظیر اون واقعا مجذوب کننده است. بیشترین زمان سپری شده در فضا. از بزرگی فضا و چیزای ناشناختش هرچی بگیم کم گفتیم. به همین خاطر که آدمای زیادی برای بررسی چیزای جدید به اونجا میرن، ولی باز هم هر فضانوردی نمیتونه خیلی تو فضا دووم بیاره. گنادی پادالکا یه فضانورد اهل کشور روسیه است. اون تونست در 5 مأموریتی که تا سپتامبر 2015 انجام بده 879 روز توی فضا زندگی کنه. این مدت زمان برای زندگی تو فضا خیلی‌ها. دوره حرفه‌ای فضانوردی پادالکا تقریبا 20 سال بودش و تو این مدت تونست فرمانده چند ایستگاه فضایی بشه. رکوردی که پادالکا زد نشان از اراده و استقامت بالای اون داره.
پیرترین انسان زمین. ژان کالمان، کسی که تونست رکورد پیرترین انسانی که تا به حال عمر کرده رو بزنه. این زن که اهل فرانسه هستش تونست 122 سال و 161 روز عمر کنه. خیلی زیاده نه؟ ژان کالمان متولد 21 فوریه سال 1875 بود و تونست در طول عمرش چند تا از مهمترین اتفاقات دنیا مثل ساخت برج ایفل و 2 جنگ جهانی رو ببینه. به گفته اون دلیل عمر طولانیش یه رژیم غذایی پر از روغن زیتون، خوردن چیزای سرخ کردنی و خوردن تقریبا 1 کیلو شکلات تو هر هفته بود. البته گفته میشه اون تا سالهای پیریش ورزش میکرد و حتی تا 100 سالگیش هم دوچرخه سواری انجام میداد. به نظرتون ما تو این شرایط چقدر عمر کنیم؟ سنگین ترین وزنی که یه انسان بلند کرده. پول اندرسون که بیشتر اونو به عنوان قوی ترین مرد در تاریخ میشناسن، رکورد سنگین ترین وزنی که توسط یک انسان بالا برده شده است رو در اختیار داره. متولد 1932 در آمریکا هستش و تونست یه ماشینو که وزنش به اندازه 2840 کیلوگرم میرسید و در سال 1957 بلند کنه. اون تونست در المپیک 1956 ملبورن مدال طلای وزنه‌برداری رو هم بگیره. اون به غیر از این کارا بازیگر خوبی هم شده بود. خلاصه هر چیزی که دم دستش می اومد و بلند میکرد. بزرگترین هزارتوی برفی. 2 نفر به اسمهای زاکری بلتون و کلینت مسی تونستن در مزرعه‌ای در سنت آدولف مانیتوبای کانادا بزرگترین هزارتوی برفی جهان رو بسازن. این هزارتو در سال 2019 به مساحت 2789 متر مربع ساخته شد. ارتفاع این هزارتو هم 6.5 فوت میرسه. به همین خاطر مردم از جاهای مختلف میان و توی این هزارتو میرن و حال میکنن.